اتاق چقدر سرد شد. آقا جان بازم بخاری خاموش کردی؟ زیر پتو هم که میری من باید پول برق و گاز تو بدم؟ آقا جان تو را به جدت تو گرم و سرد کردن خانه نظر منم ملاق قرار بدین. اسی میاد خانه را گرم میکنه، شما میای خانه را سرد میکنیم. من این وسط تلخ خوردم از بس سرد و گرم شدم. اگه سردته کلتو بکن زیر پتو، هم صدات قطع شه هم گرمت بشه. مگه نمیبینی زرشکیان داره طول خون باباش قبض ما میگیره؟ اسی قبل از بلند شدن خروپوف خسروی چند تا خبر بخون ما خوابمون ببره. با کدوم نت قربان تو برم؟ بازم نت قطعه؟ طبق روال معمول تو این مملکت همه چی یا قطعه یا کنده یا گرونه یا نیست یا ممنوعه یا هم که حرامه. خدا باعثبانیشو لعنت کنه. بابا شما یادتون نمیاد اون امام گوربگوریشون وقتی اومد میگفت آب و برق و گاز و مجانی میکنیم؟ متقلب دروغگو. کم مونده الان روی نفس کشیدنمون هم مالیات بگیرن. البته خیلی هم بیراه نگفته بود آقا جان. منظورش از آب مجانی همون آب بارانه، برق مجانی همون رعد و برقه، گاز مجانی هم همون گاز و مازوت بوده که الان داریم نفس میکشیم. بی خود که اسمش ولی فقیه نذاشته بودن آخه. اوه یه راباریکه تو نت وصل شد. تا نپریده یه خبر بخون عمو ببینیم چه خبره. هنوز خبرهای کدره شدن آخوند مقایسه‌ای و راضی تو صدر خبرگزاری شونه. تو مجازی هم مردم دعاگوی ابدارچی هست. خدا پدر مادرش بیامرزه. میگن جدیدن دیگه هیچ آخوندی تو کاخ دادگستری چای درخواست نمیده. همشون با خودشون فلاکس بیارن. آقا سفتر یکی نوشته بود ایران تنها کشوری که قاضیش آدم کشه، ابدارچیش مسئول اجرای عدالت. ولی از حق نگذریم عجب سالی بود این 1403. با کتلت شدن رئیسی و عبداللهی ها شروع شد، بعد یکی بعد دیگری کتلت، یکی بعد دیگری کتلت، تا رسید به این دوتا آخوند آدم کش. حالا تازه 1.5 ماه از این سال زیبا باقی مونده. چه شود؟ چه سال شیرینی بود برای ملت قربان. ولی خدا وکیلی امسال سال مناسبی برای کسایی که میخواستن قند رو حذف کنن نبود. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.